استرافشانیان امروز و دیروز سید یونس برهانوف را خوب می‌دانند. بابای سید یونس برهان در زمان دشوار، قحطی و گرسنگی که مردم نان خوردن نداشت، وظیفه مدیر انبار را اجرا می‌نمود. با اقتضای نفس بد گندم می‌دزدد و به خاطر روپوش کردن افعال ناجا انبار را آتش می‌زند. برای این عمل او را حبس و به مهلت 10 سال به سیبیر بدرقه می‌سازد. میوه از درخت دور نمی‌افتد. پدر سید یونس عباس نیز میان مردم استرافشان با اسب دزدی شهرت دارد. اگر در استرافشان پرسید که پدر سید یونس کیست، همه با یک آواز میگویند عباس اسب دزد. پدر چگونه پسر نمونه، میگوید مقال مردم.